اصلا انگاری خوشبختی برای ما معنی نداره، انگار اصلا خوشبختی به ما نیومده، چه به طور فردی اگه ترس از سعادت داشته باشیم، چه به طور کلی. و میبینم که چجوری عمر و جوانی تباه میشه اینجا، این جبر جغرافیایی که ما گرفتار شدیم، تو زندانش افتادیم. شاید اوضاع از این بهتر شد، شاید در واقع این ننگ و حقارتی رو که تحمل میکنیم به این جایی رسیدیم که ما با مردم جهان تراز شدیم، برخوردار از تکنولوژی، برخوردار از دانشگاه، علم روز، برخوردار علل خصوص احترام. ما از داخل و بیرون نامحترم شدیم، به ما احترام نمیذارن. هم از داخل آدمای بی احترامی هستیم و توسط آدمای اتفاقا نامحترم بی احترامی به ما میشه. هم از داخل تراز احترام ما به هم ریخته و احساس خوش امنیت بهمون دست نمیده و با باری از سنگینی حقارت ها برمیگردیم تو خونمون. هم از بیرون بهمون احترام نمیذارن. این دیگه چه مدل زندگیه که ما پامون رو خارج از کشور میذاریم باید احساس خجالت بکنیم.